به نام خدا، یوسف شیروانیان هستم. تو این ویدیو قصد داریم که پلتفرم واحد افزودی آبیس رو معرفی کنیم. وارد سایت app.abisko.ir میشیم. از بخش دانلود نرم افزار و داشبورد آبیس رو دانلود میکنیم و وارد نرم افزار میشیم. بعد از وارد شدن به نرم افزار شما صفحه اولیه رو میبینید که باید اول ثبت نام کنین، یک اکانت جدید بسازین و بعد وارد نرم افزار بشین. من از قبل یک اکانت دارم. در صفحه اصلی نرم افزار آبیس 3 تا بخش اصلی داره. بخش پروفایل که مربوط میشه به صفحه کسب و کار شما توی پلتفرم آبیس. بخش اشتراکا که مربوط میشه به تعداد پست‌هایی که شما گذاشتین، چون این بخش در واقع برای محاسبه هزینه ساعتی و ماهیانه پست‌های شماست. مجری حسابتون رو اینجا نمایش میده. اگر که نیاز بود حسابتون رو شارژ کنین، به پشتیبانی پیام میدین و حسابتون رو شارژ میکنن. بخش مدیریت محتوا برای آپلود مدل‌های سه‌بعدی و پوسترهای مربوط به اون محصوله که شما با وارد شدن به این بخش میتونین نوع واقعی افزوده رو انتخاب کنین، روی زمین، روی دیوار یا عکس 360 درجه. و بعد از انتخاب هر عنوان شما عنوان مربوط به اون محصول رو وارد میکنین. یک سری توضیحات میتونین بنویسین، برای مثال اندازه ها یا رنگ بندی ها، عکس و مدل سه‌بعدی رو انتخاب کنین و بعد میتونین مدل سه‌بعدی آپلود کنین و تمام. یک کارت براتون آماده میشه و روی نمایش پست کلیک میکنین. برای مثال از قبل من اینها رو آپلود کردم. مدل سه‌بعدی کاملا به صورت تعاملی قابل نمایشه و اگر روی تلفن همراه باز کنین این لینک رو، میتونین محتوای واقعی افزوده رو مشاهده کنین. بخش پروفایل هم مربوط میشه به صفحه اصلی شما توی پلتفرم آبیس. من نمایش میدم الان بهتون. یه دکمه اینجا داریم، نمایش صفحه شما در وب. بعد از ثبت نام یک همچین صفحه‌ای براتون آماده میشه که شما فقط اطلاعات رو توی نرم افزار وارد میکنین و توی وب یک صفحه شخصی مربوط به کسب و کار براتون آماده میشه که تمام پست هایی که اینجا گذاشتین رو میتونن مشتری‌ها کامل ببینن و بررسی کنن. بخش ویرایش پروفایل هم میتونین حوزه فعالیتتون رو تغییر بدین و عنوان و اطلاعات دیگر رو عوض کنین. لوگو رو هم میتونین اینجا آپلود کنین.